از داستان پژمان جمشیدی تا امیر تتلو، داخل ویدیوی امروزمون از ماجرای جنجالی پژمان جمشیدی تا خودکشی امیر تتلو داخل زندان قراره با هم دیگه صحبت بکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. یوبکس، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. ستونا داستان هر روز داره عجیب‌تر میشه. هر روز یه روز می‌بینی این اونو فلان کرده، یه روز می‌بینی اون زده تو. اصلا ایران داره به سمت تباهی میره کنه. کشور ایران داره نابود میشه، چیزی ازش نمیمونه. حالا بیخیال، امیدواریم که فقط مشکلی یکی از این بچه‌ها حل بشه. اونم امیر تتلو اتفاقات بدی براش افتاده. اکثرا تو هم شنیدید. من اومدم خبرای تکمیلیشو بدم، یعنی اینکه چی شد، خبر دروغ بود راست بود، اومدم اینا رو بگم چون دیگه تایمش معمولا گذشته دیگه. بعد 2-3 روز خوب همتون خبر رو شنیدید. ستونای گنگ، قبل اینکه بریم سر صفحه لپتاپ یک لحظه وقت بذارید چنل یوتیوب رو سابسکرایب. چی می‌خوای؟ ستونای گنگ، قبل اینکه بریم سر صفحه لپتاپ و با هم دیگه اکت بریم نسبت به خبرایی که هست، یک لحظه وقت بذارید. چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو مثل همیشه بزنید و همین دیگه. دمتون گرم. کامنت هم عشق کردید بذارید، نخواستیدم فدا سرتون، اصلا مهم نیست. بریم سر صفحه نذارید. بریم سر صفحه لپتاپ ببینیم چه خبره. بچه‌ها، داستانایی که وجود داره اینه که مثل اینکه پژمان جمشیدی حرکت‌های زده و الان داخل زندان. حالا اتهاماشو نمیتونم بگم حقیقتا چون یه خورده داستانه، خودتون بهتر میدونید دیگه چه اتفاقی براش افتاده. حالا ما تیترای فقط خبرگزاری‌ها، رسانه‌های خبری رو قراره هم دیگه ببینیم. راجع به پژمان جمشیدی میگن که به یک شخص سال تجاوز کرده. داستانی که وجود داره بهش میخوره دروغ باشه و نمیدونم دیگه حقیقتا. ما هر کسی هر چیزی بچه‌ها برمیاد. خب و این که بگیم نه این آدم خوبیه اومده نمیدونم راجع به فلان چیز صحبت کرده. کلا پژمان جمشیدی رو نمیگم کلا بچه همه رو میگم، نه پژمان جمشیدی ها، هر کسی که حالا هست خب و برمیاد دیگه از هر کس. الان مثلا اون مثال شما منو که نمیشناسید چه جور آدمیم، صرفا فقط منو دارین میبینید، اومدم دارم خبر رو میگم. حالا مثلا یه آرتیست مردمی مثل سروش هیچکس که پشت مردم بود، ترک‌های سیاسی میداد، مثلا همیشه در مورد گرونی میخون. خب مثلا داداش تو فکر میکرد یه روز مجاهد باشه، تو گروهی باشه که دوست داره سر به تن مردم ایران نباشه؟ دوست داشت واقعا فکرشو میکردی؟ جدی دارم میگم، قطعا فکرشو نمیکردی. یا مثلا اونور توماجی که میگفتی پسر ایران خدا کنه اعدام نشه، واسش گریه میکردی، از شدید فکرشو میکردی اصلا مثلا طرف اینجوری باشه، طرف مثلا مجاهد باشه، اون طرف فلانی و فلان. ببین هیچ موقع هیچ چیزو فکرشو نمیکرد. هادی چوپانی که مثلا میگفت قهرمان چند وقت پیش حرفی زده بود، مردم بهش واکنش بد نشون میدادن، گفته بود جوانای ایران حقشونه فلان بیسار. خب مردم هم مثلا بعد اینکه باخت گفتن حقش بوده، میخواست بیشتر تمرین کنه، به ما چه. ببین پس تو این دنیای مجازی مثلا آیسان اسلامی دیگه ببین مرد و زن تو ایران قبول داشتن. چی شد الان حتی پسران دیگه از آیسان اسلامی داره بعدشون میاد. پس ببینین هر خبری که میاد بیرون، هر چیزی که وجود داره، نه نگید این آدم خوبیه، این راجع به گرونی صحبت کرده، این اونجا، اصلا ربطی نداره جی. ببین مثلا الان داستانی که وجود داره اینه که ببین تیتر زدن دیگه، پیگیری های رسمی نشون میداد که چی، حالا پژمان جمشیدی تجاوز کرده مثلا، میبینید. و اینجا بعضی اومدن کلا اون داستان رو رد کردن و رکنا اومده یه تیتری زدن، نوشته که پژمان جمشیدی به اتهام آدمربایی و تجاوز در حال حاضر تو قرنطینه زندان قزل‌حصاره. یه دختر جوان 20 ساله که هنرجوی بازیگریه گفته که پژمان جمشیدی به بهونه همکاری تو پروژه هنری فریبش داده و بعد سوار ماشینش کرده و بعد آره دیگه بعدش خودتون میدونید. آره حالا اینه که این گفته، دختره گفته مثل اینکه، و حالا این که این دختره نیست، مثال دارن و اتفاقی که افتاده. و آجی الان وضعیت هم کلا خب وضعیت باحالی نیست. میدونید چرا؟ ببین ما دو نوع آدم داریم. من نمیدونم پژمان جمشیدی زن داره یا نه، خب ولی الان دخترها، من فضای خودمو دارم میگم، من توی زندگی و کارهای شخصی خودمو دارم میگم. خب مثلا من کارم رپ فارسی، تو رپم حالا شما مثلا شاید مخاطب رپ نباشی، اصلا ویدیو رو داری میبینی، اصلا مخاطب اون حوزه نباشی، از اکسپلور رندوم اومده باشی ویدیو رو ببینی، اصلا ندونی رپ چیه. خب و تو حوزه‌ای که خودم هستم، رپرایی که هستم، آقا مثلا دختره میره به اون پسره میده و رابطه‌شون رو برقرار میکنن، اشغالشون رو میکنن. فردا پس فردا که
تموم شد و دختر آقا میگه فلان قبلا مثلا دختر خودش پول گرفته. دختر که نبود دیگه مثلا بیاد فیلم بگیره که خب مثلا دختری عاشق اومده فیلم گرفتن اون رابطه و تهدید میکنه طرفو، میگه آقا یا پول میدی یا فیلم تو پخش میکنن. خب یا مثلا میگه یا پول میدی یا میگم به من تجاوز کردی، کدوم؟ خب اینجا چیکار باید انجام داد به نظر شما؟ و داستان اینه بچه‌ها، داستان اینجور آدم زیاد شده. مثلا قدیما من چیز میگم و همه رو نمیگم، اون که بگید همه رو میگن، نه، یک سری از افراد الان اینجوری شدن که اونا بیزنسی هستن دیگه، خودتون میدونید. خب بچه‌ها قدیم اینجوری بود که پسرا میکردن در میرفتن، الان اینجوری شده که دخترا میدن وای میسن که اون طرفم میذارن. در این حد شده، در این حد وضعیت بد شده. حالا اینجا باز رسانه‌های اصلی مثل میزان که وابسته به قوه قضاییه هست، اصلا خود قوه قضاییه اومد این داستان رو تایید کرد بچه‌ها. خب و اتهامش تجاوزه. حاجی ببین یعنی هنوز اون اتهامه چی نتونستن ثابتش بکنن، صرفا پژمان جمشیدی گرفتن. حالا نمیدونم برای چی، من دوست ندارم وارد مسائل سیاسیش بشم. حالا گرفتنش تا اتهامش یا واقعیت داره یا اصلا الکیه یا نمیدونم، ان شاءالله که الکی باشه. پژمان جمشیدی همه به شخصا دوستم، واقعا پژمان جمشیدی آرتیست مردمی بود، یعنی حالا بازیگر مردمی بود و خوب بود دیگه کلا، یعنی فکر نکنم کسی از پژمان جمشیدی به اون صورت بدش بیاد. و اینجا هم کابوسی که رپرها در واکنش به این داستان گفت که میخوان پژمان جمشیدی رو اخته کنن. خب میدونید دیگه پژمان جمشیدی این مدت یه خورده چیز بود دیگه، یعنی ضد حالا نظام، ضد حکومت و ضد رئیس جمهور پزشکیان صحبت میکنه. الان بچه‌ها تیترای یکی گوگل: اتهام سنگین علیه پژمان جمشیدی، بازداشت موقت صادر شد، آخرین جزئیات بازداشت پژمان جمشیدی. و داستان اینه، حالا ما نمیدونیم اصل مطلب چیه، با منتظر بمونیم و فعلا هم هیچ خبری نیست. هر خبری هم میاد بیرون آره فیلم و عکس گرفتن، فیلم دارن فلان داره، همش الکی، و منتظر بمونیم ببینیم چه خبره. هیچ خبر راستی الان نمیاد بیرون، صرفاً یه سری آدم میان خبرها رو بولد میکنن تکذیبش میکنن، بولد میکنن تکذیبش میکنن، انقدر هی میان تکذیب میکنن تایید میکنن، تکذیب میکنن تایید میکنن تا چی قشنگ افکار مردم تو اون داستان فرو بره. آقا حالا دلار 620 تومن به تخم، مهم اینه که پژمان جمشیدی به یکی تجاوز کرده. الان دقیقاً همینه داستان. و بی خیالی برسیم محله بعدیمون راجع به امیر تتلو. امیر تتلو اومد هشدار داد که آقا منو اگه تا چهارشنبه آزاد کردید، نکردید خودکشی میکنم. حالا بچه تخمش هم که نداشت، خودکشی هم که نکرد، خدا رو شکر خودکشی نکرد. یعنی خود تتلو همیشه میگه من چی تخم خودکشی رو ندارم. حالا خودکشی نکرد دیگه، قدیم میگه من تخمشو ندارم، حالا میگه گناه خودکشی. حالا دمش کم که نکرد انصافا، ولی مثل اینکه تتلو سکته مغزی رو رد کرده. حاجی سکته مغزی خیلی خطری، ببین سکته قلبی و بیخیال اونم خطرناکه، ولی تو سن 38 سالگی سکته مغزی کنی خیلی دیگه داستانه. فکر کنم انقدر روش فشار بوده تو زندان سکته مغزی کرده و قوه قضاییه اومد رد کرد. قوه قضاییه معلومه رد میکنه، چرا نباید همچین خبری رو رد کنه؟ همچین خبری که ممکنه رو مردم جو منفی بذاره باید هم رد کنه. رد کرد دیگه حاجی، درسته؟ آره. و حالا من نمیدونم چه خندم میگیره میخوام بگم ان شاءالله که همیشه همه تنشون سلامت بشه حاجی، ولی تتلو سکته مغزی کرده، خبر رو دادن مادرش هم سکته قلبی کرده، همینقدر رندوم، همینقدر یهویی. و امیدوارم که ان شاءالله همشون سالم باشن. و یوتیوب تتلو نوشته که آقا خواهشمندیم تو رو قرآن دست به جنبونید، از مسئولین درخواست کردن، مردم، هنرمندان، ورزشکاران و چی شرایط اضطراریه، میگه تتلو داره نابود میشه، لطفاً دست به جنبونید. یعنی انقدر رو تتلو دیگه داستان و بلا داره میاد. خب و اینجا هم که اون روزی بوده که راجب تتلو خبری نداشتن، دقیقاً بعد چهارشنبه است، من گذاشته بودم بهتون بگم که بعد اون خبر از تتلو شد، میگفتن چندین ساعته که خبر نداریم. البته ادمینای یوتیوب تتلو میان میگه آقا تتلو سکته کرد، تتلو نمیدونم نیست، تتلو فرار کرده، تتلو خبر نداریم ازش. چرا؟ چون این که کارزار رو بذارن بتونن یه چراغی تو سازمان ملل روشن کنن تا تتلو نجات پیدا کنه از این داستان. گرفت بتون چی میگم. و در نهایت همین، امیدوارم که همه مشکلشون حل بشه. واقعا اتفاقاتی که به وجود میاد قدیم واجی خیلی حال میداد. دو تا فیلم مدگل در میاد میشستیم اینجا مسخره میکردیم، الان خبر میاد فلانی بازداشت شد، فلانی رو گرفتن، فلانی میخواد اعدام بشه، فیلم فلانی لو رفت، فلانی پدوفیل. الان اینجوریه، قدیم خیلی بهتر بود. قدیم میومد اینجا میگه فیلم مدگل لو رفت، فیلم سارن لو رفت، فیلم فلان لو رفت، خیلی باحال‌تر. الان بد شده دیگه. مواظب خودتون باشید، لایک، ساب، کامنت یادتون نره و دوستتون دارم، خودتونم میدونید. دمتون گرم، با امید دیدار.